مساوی حمله همه اقصا محسوب می‌شود. ضمن اینکه در اروپا به نظر می‌رسد تهدیدهای دونالد ترامپ کاملا جدی گرفته شدهاند. بریتانیا بزرگترین افزایش بودجه نظامی خود از زمان جنگ سرد را اعلام کرده و آنها هم در حال بررسی افزایش بودجه دفاعی‌اش است. دانمارک نیز قصد دارد سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه دفاع افزایش دهد. همچنین رهبران اروپایی در تلاشند تا با استفاده از دیپلماسی دونالد ترامپ را متقاعد کنند که از مواضع خود در قبال روسیه عقب نشینی کند. به عنوان مثال امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه با دونالد ترامپ دیدار کرده تا حمایت نظامی آمریکا از نیروهای اروپایی در اوکراین را جلب کند. در این حال برخی از ناظران تاکید دارند که باید در رسمیت ایالات متحده در قبال اوکراین و همچنین حضور این کشور در ناتو تفاوت قائل شد. تشکیل قابل توجهی از اتحاد ضعیف دکتر آمریکا و محمودهای اتخاذ شده در اوکراین این کمک‌های میلیارد دلاری برمیگردد که آمریکا و اروپا در این سال‌ها حواله به کیف کردند. در حالی که مسئله ناتو تفاوت معناداری دارد و واشنگتن نیازی به پرداخت کمک مالی به کشور دیگری ندارد. در چنین شرایطی مصرف و یکی‌از شکننده‌ترین مسئله‌های زمانی خود قرار دارد و تهدیدها در خصوص سرگردی این پیمان به بیشترین حد رسیده. اما در این حال برخی از کارشناسان یادآور می‌شود که این اطلاعات در دهه‌های قبل چالش‌های مشابهی را به سلامت اثر گذرانده است. این کمیسیون اروپا طرحی رو برای تأمین 800 میلیارد یورو از کشورهای اروپایی برای دفاع از مقابله ارائه کرده. این طرح در جستجوی تعاملات سلطنت اقتصادی اروپا با آمریکا بر سر اوکراین و ناخوشنودی دونالد ترامپ از همکاری اون در تامین حوزه‌های نظامی صداجمعی در ناتو ارائه شده و رئیس کمیسیون اروپا هم امروز سه‌شنبه با ارائه این طرح به برقراری توجیه نظام شده دوران جدیدی در حال ما ساعت 22 به بخش ایران